салому алейкум мардуми сарбаланд ва шарафманди самарқанди зебо. дуруду паём ба ҳамаи шумоён бинандагони гиромӣ, муҳтарам мухлисони барномаи шоми самарқанд. имрӯз рӯзи панҷшанбе бо барномаи дӯстдоштаи шумо меҳмони хонаводаи шумо мебошад. албатта фаслҳо пайи ҳам дигар мешаванд, зиндагӣ ба пеш меравад. ҳар як инсон зиндагӣ мекунад, меҳнат мекунад ва ҳар як мехоҳад ки дар рафти зиндагӣ ба сари мақсад бирасад ва дар зиндагӣ ҷои худро ёфта баҳри дигарон, баҳри неку аҳволӣ меҳнат кунад. мана барномаи имрӯзаи мо ҳам ҳаракат мекунад ки дар ин чанд дақиқаҳо барои шумоён кайфияти хубро таманно кунад. ҳоло бошад чун анъана мехостем бо як таронаи дилангез барномаи иншабаро оғоз намоем. марҳамат аҳли самарқанд шунавед ва баҳра баред, зеро имшаб мо боз меҳмони хонаводаи шумо ва барномаи рангинамонро фақату фақат барои шумоён ҳавола мекунем. марҳамат, тамошо кунед. جهانی در جهان من تو باشی، گواه سوز جان من تو باشی، جهانی در جهان من تو باشی، جوانی را کنم قربانی نامت، جوانی را کنم قربانی نامت، اگر یاری جوانی من تو باشی، اگر یاری جوانی من تو باشی. گلی ماله گلی من، گلی ماله گلی من، گلی ماله گلی من، گلی ماله گلی من، عروسی خوش قدیش تو گلی من، عروسی خوش قدیش تو گلی من. شما عاشق در این دنیا نباشد، و مثل ما کسی شیطان نباشد، شما عاشق در این دنیا نباشد. من از ابروی پیوستی تو خواندم، من از ابروی پیوستی تو خواندم، جدایی در میان ما نباشد، جدایی در میان ما نباشد. گلی منه گلی من، گلی منه گلی من، گلی منه گلی من، گلی منه گلی من، عروسی خوش قدیش تو گلی من، عروسی خوش قدیش تو گلی من. بینندگان گرامی، برنامه ما دوام دارد. ترانه‌ای که حالا شما شنیدید از جانب یکی از آوازخوانان ممتاز صابر جان ابوالفیزов مندوری شما گردیده شد.
و این بیگم می‌خواستیم که در برنامه امروزی شومی سمرقند درباره اویلای ابوالفیضov کمی هم باشد برای شما معلومات دهیم. البته نگاه نکرده با اون که اهل همین اویلا با کسب و کار گوناگون مشغولند، ولی همه آنها رو یک چیز یک جای کرده است، این هم باشد صنعت و صنعت دوستی. در سمرقند ما چنین اویلاها خیلی هم بسیارند، سلاله‌ها، اولاد و اجدادان هنرمندان، صنعتکاران، کسب و کار گوناگون باشد ولی آنها را صنعت دوستی، مهر محبت به همدیگر پیوسته است. و البته طوری که امام رسول گفتند اویلای ابوالفیضov با قطار همین اویلاها داخل می شود. اینک مرحمت بار دیگر تاکید میکنیم برنامه امروزی ما درباره اویلای ҳоҷиқурбон بابا ابوالفیضov بخشیده شده است. مرحمت تماشا کنید. مرحمت. حالیم پریم سر خرم مانیم ای سبا حالیم پریم اویلای ابوالفیضov استقامتکنندگان موضع معترض ناحیه سمرقند از 9 نفر فرزندان عبارت بوده. برابر صاحب کسب‌های گوناگون در زندگی بودن، آنها را یک چیز صنعت به هم متحد کرده است. زیرا سروری اویلا پدر بزرگوار ҳоҷиқурбон امک ابوالفیضov یکی از حافظان معروف جمهوریت ازبکستان و تاجیکستان بوده، کوشش نمودند که در طول زندگانی خود به فرزندان مهربانان از سر و اسرار عالم صنعت معلومات ها داده برخوردار کنند. بینندگان محترم، برنامه‌های ما دوام دارد و اکنون باشد ما با سرپرستی همین اویلای ابوالفیضov با ҳоҷиқурбон امک هم صحبت می‌شویم. اما که محترمی ما شعرخوان، غزلخوان و همچون شاعر هم شناخته شدند در اهل همین محله و یکی از انسان‌های برومند و با عزت به حساب می‌روند. صاحب 9 نفر فرزندکان عزیز و مهربان میباشند. اما که مهربان بگوید که عموما آدمیزاد در زندگی برای فرزندانش یک راه درست رو پیش گرفتگیش اول از چی باید همین تربیه رو سر کند؟ از تربیه پدر و مادر وابستگی بسیار هست در زندگی. البته از تربیه پدر و مادر چیزی نقص نیست. پدر و مادر اگر فرزندان نقص تربیه کنند، فرزندهای عاقل و دانا در دنیا می بیاد. برای اینا خواندن، اینا تربیه کردن، البته از پدر مادر خدمتش ملتر میشد، چون که پدر در خانه نیست، ملتر کاری دولت کتی، برای اون مادر خدمتش کلان برای فرزندای تربیهش کنه. هم خیلی میفهمم. من فهمیدم که شما 9 نفر فرزند داشتید. آنها کدام صاحبانی کسب میباشند؟ با چی کارا مشغول فرزندانتون؟ فرزندای ما اکنون پدر بابای ما که حافظ بودن، ما که حافظ شدیم، دختر پسر همیشه آواز دارد، همه میخواهد که حافظ شده عشق خانی کند. پسرها حاضر 6 نفر پسر خواهی، یک نفرش از تاک شرکت خدا بود، 5 نفر پسر داریم، همیشه از آواز خوشی را دارد، از موزیک خبردار است. دخترها هم جدا خواندگی آوازهای خوشی را دارند. اکنون حاضر زمان به همه خیلی طلبش که به خلفه میکنن، هم مگزین کار میکنن. کارهای نقص و کار کسی بچه ها نقص، خدا شکر. من حاضر اویله های هست که آنها 2-3 نفر فرزند دارن، لیکن تربیه آنها را نه همه وقت درست برای مانده میتونن. برای درست تربیت دادن اول فرزند را چه تربیت کردن در کار؟
و با سختگیر شدن در کار می یا اینکه کمتر سست‌تر می تربیت کردن در کار؟ نه من هم خیلی میفهمم فرزند این قدر محکم حالگی گفته اینا جنگ کرده یا خیلی اویلا هست از پگاهی برآمده بچه ها که معامله نقض نمیکنند. من هست 9 تا فرزند کلان که حالی یگان تا اینا جنگ نکردیم، فقط گپی نقص کرده تربیت کردم. خدا شکر حجم فرزندان دختر پسرم با عادت جا بچه های نقص باقی نقص دخترم هم پسرم هم باقی اگفتی مادر بیرون نمبره، چون که مادر همه اینا کتی یک جایه. من خدا بشکر 9 تا بچه کلان کردیم، یگان مرتا یگان تا بچه ما جان کردیم، یگان تیشا نزده. در زندگی خورسندی همه وقت یک دیگری حرمت، من خدا عزت خدا بشکر. من 5 تا کلینم یگان توشونه من این اکته من با پرسیدم مشود اکیل نوم انا همین کل نکوم بیارم من ادر درونگه. خدا بشکر من دخترم که قبول میکنم 3 تا دخترم اینو وای روزگاری خداشون پدر و مادر سوی خداشون کل نکوم من کتی هم خیلی من کل نوم نقض منم بچه کم من خدا بشکر نقض بچه کم 6 تا پسرم بود. من یک تکش اولم گذشت، من 2 بچه کش زنکش خطیم. نامی سقلت فرزن سن سندایی بچین یاقلت اتا گچه بسن کنتی برکن نوره 26 تا نوره خدا بشکر جا بدالت بها. و میخواستیم که یک 2 مصرع از شعرهای نیستتون قرائت کنید. از بلندی ناله کردم کوه و سنگ ها پاره شد، ای فلک از ظلم تو اشکان چشمم جاله شد. داشتم من در جهان خویش و تبار و اقربا، لیک نشودم همگپ صورت به من آشنا بشد. یار دوستانی مرا از من فلک کردی جدا، بی کسم من کس ندارم مغز جانم پاره شد. از برای خواهری زار میکشم من آهوار، در بیابانی بودم پا بیغبارم پاره شد. در غریبی گشتم خویشان مرا یادی نکرد، گریه کردم بر وطن چشمان من آزرده شد. خوش آشتیده gözlerin mengeme yakar. Arkoçla merveri dermetla yar yar. Kilin çekme sırsan gözde yaştır yar yar. Şirin sözlü vırtı
شما از کی باز به نوشتن شعرها مشغول هستید؟ من از بچگیم خودش شعر نوشته این مشق کرده می آمدم. حاضر بکن هم غزل ها می نویسم، من مرکوبه برآمده خواندم، به غزل های خودم هم ملتر می خوانم. سونی من شعر نوشته برای وطن، برای فرزند، برای پدر مادر، برای هر چیز من شعر نوشته مشق کرده میستم. شعرهای کدام شاعران کلاسیک رو بسیارتر میخوانید؟ شاعرای هم میشونه نغز میبینم، ارکین واحدوفا جدایی هم نغز میبینم شعرشونه، پولاد مومینه شعرشونه، مشرب، دیوانه مشرب، من قدیمی کتابای جدایی هم ملتر میخونیم ده. مناظر برای تماشابینای ما یکان تا شعرتان رو خوندید؟ hayot go'zal totli umr, yashamoq go'zal har chang, chiroyingga bog'langanman chiroy bo'lib Samarqand. Zaminingda yotar qancha nomi ulug' ajdodlar, har birining sanosi-yu tavofi bizni qutlar. Shohi zinda guri amir, bibi xonim tuprog'i, o'zbegimning mangu o'chmas, o'zbegona chirog'i. Babalardan mangu miros, bu yurt iqboli baland, O'zbekiston saltanati tojdori Samarqand. Ilohim hamma vaqt Samarqandda tinch shavad, obod shavad. Yorama چشم سرمسا اینجاست، نگاهی گرم و اداها یه دیر با اینجاست. چشم سرمسا اینجاست داده. نگاهی زمینی ادا شهادت طلبی دشت کن
برا اینجا داده آی آی دادم قدم زمایی کده بیرون منی که جا اینجا داده آی آی دادم پای تا بر سرش هر کجا که نگری قدم زمایی کده بر منی کجا اینجا کتاب خانه عالمه ورق ورق جستم خطی تو دیدم گفتم که مدا اینجاست داده آی 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 دادم زکات نی اگر میدی برای خدا بیا که زیبون شو هم که من گدای جاستم
یارم فریادی جوانای امروزه با سرودخوانی دیگر خیلی عادت کردند، لیکن اساساً در سوهای صنعت صنعتکار اولا به چی باید اهمیت دهد؟ صنعتکارای یاشا یگیتای نغز، آوازهای نغز مول یکی یخیلهای آنها حقیقی صنعت به اعتبار نمیتونن. حقیقی اعتبار اگر اعتبار چیان معنادار اشیلاها اشیلهای نغز از یاد کنن از کلاسیکو یاد کرده. البته هر یک حافظ خدا رحمتی کامل جان میگفتن که باشیگه تاجی بولشن تویگه بارد میگفتن. هیچ حالی همین خیلی اشیله ها هست که سمرقند ما به حالی نمیخونن. اینا خواندن نکرد. این حاجی عبدالعزیز سروس هایشون خوانند. از وی ماندگی حافظای زبردستی زور بود سمرقند با. ازاق جان محمود بودن، ستاره سمرقند بودن، تئاتر گیرش بودن. همون آدم‌ها که من شدیم خیز کرده، همون رو تربیت شدگی. وای حالی اسلام دو وای اشلا اکن نیست. یک آدم اویلائی می‌آمد که این بعد از که من همین 4-5 تا ماه مسابقه گذاشتیم این چیزها همیشه چی می‌شود؟ آنت بلدم خلنده آنت یورر من در بدر آنت بلدم خلنده آنت یورر من در بدر. برای این پدر عروسی مادر عروسی چه تمنا دارید؟ اینا همین تو عمر آخری ماهانه بختلی باشن، حضور حلاوتی این بچه کاشون بینن، اپشتی این بچه کاشون ماهانه میخواهیم همین پدر و مادر هم عمری دراز بینن و اپشتی همینا ماهانه و دوران بینیم. اینا هم بختی بچه کاشون دیدن خوشپر شده گردن. ما میخواهیم تا آخره همین اینا کدی نقد یاشه بختلی یاشه که گشته بومه طرف دورش من. از کودکیم همین آوازخوانی باید بسیار قیمت است. اویلای ما اویلای صنعتکار من خودتون دیده شدید. بسیارترین از سرودهای کرامت قربان قیمت میکنم. از کودکیم آرزو می داشتم که من هم خیلی آوازخوان شدم. چه بهوده چه ساده منی عاشقی هستم یک عمره به هوای تو با عشقی تو دویدم ولی از تو جوابی نشنیدم چه بهوده چه ساده منی عاشقی هستم یک عمره به هوای تو با عشقی تو دویدم ولی از تو جوابی نشنیدم با جز عشق پاکم تو همه دل چه میخواستی چرا راست نگفتی تو اگر مرا نمیخواستی دیگر دوستت ندارم میرا دور از کنارم دیگر دوستت ندارم میرا دور از کنارم چه بهوده چه ساده منی عاشقی هستم یک عمره به هوای تو و عشقی تو دویدم ولی از تو جوابی نشنیدم چه بهوده چه ساده منی عاشقی هستم یک عمره به هوای تو و عشقی تو دویدم ولی
از تو جوابی نشنیدم تو بودی سرابی که فریبی تو را خوردم درد از این دل که با دستی تو سپردم دیگر دوستت ندارم میرم دور از کنارم میرم دور از کنارم دیگر دوستت ندارم میرم دور از کنارم میرم دور از کنارم چه بهوده چه ساده من عاشقی هستم یک عمر به هوای تو و عشقی تو بمیرم ولی از تو جوابی نشنیدم چه بهوده چه ساده من عاشقی هستم یک عمر به هوای تو و عشقی تو بمیرم ولی از تو جوابی نشنیدم ولی از تو جوابی نشنیدم ولی از تو جوابی نشنیدم اسپانما صاف شود انا مملکت تین شود الهی همه وقت سمرقند ما تین شود آبادی شود الهی همه وقت خلق سمرقند خلق بتون ازبکستان تین باشد اینا ساق سلامتی عمر دراز رزق فراغ بطلبید ساق باشن همه‌شان واسلیگی بالواد قیل گاندین شای مانیم من بینندگان گرامی شما شماره نوبتی برنامه شامی سمرقند را تماشا کردید. البته من بعد هم ما تماشاگران عزیز در اساس تکلیف پیشنهاد و درخواست‌های شمایان حرکت میکنیم که درباره اویلاهای مشهور درباره سولاهای نامی سمرقند برنامه‌های رنگین را تهیه کرده حواله کنیم و من بعد ما میخواهیم که البته با پیشنهادهای شمایان برنامه‌های نوبتی را تهیه گردانیم زیرا با ما بسیار کسان مراجعت کرده التماس میکنند که درباره اهل هنر درباره عالمان درباره متماتیک ها درباره عموما انسان های خوبی که در سمرقند ما نام سمرقند را بالا بردار میکنند برنامه ها را تهیه کنیم و ما حرکت میکنیم که در این یک فصل زمستانی آمده ایستاده و شمایان برنامه های شوق آور را تهیه کرده حواله کنیم. ما بار دیگر تمامی نیکوی عالم را برای اویلای ابوالفیزов تمنا داریم و در همینجا به برنامه امروزی خود نقطه میگذاریم. فکر و درخواست خود را نسبتی برنامه به ما نویسید سراغه ما به شما معلوم است. بار دیگر تکرار میکنیم شهر سمرقند کوچه فردوسی خانه رقم 1 برنامه شامی سمرقند. میگویند که صنعت به دلها گرمی میبخشد. بگذار دلهایتان گرم باشد خاندانتان گرم باشد و در دلچین نیت و آرزوهای خوب داشته باشید البته همه‌اش جامعه عمل باشد. تا هفته آماده ایستاده روز پنجشنبه صحت و سلامت باشید. خیر شاد و پیروز باشید.